برای دم کردن چای با دستگاه اسپرسو ساز دکمه بخار رو میزنیم. حتما این دکمه بخار رو میزنیم تا درجه از 80 به 100 درجه برسه، یعنی درجه جوش آب. یه خورده منتظر میمونیم تا درجه به 100 برسه، بعد شروع میکنیم. اگر تی بگ دارید، تی بگ داخل لیوان قرار میگیره. بعد دکمه این حالا برای آب داغ رو که از سر نازل میاد پایین رو میزنیم تا پمپ عمل کنه. به این شکل که میبینید قشنگ برای شما پر میشه. حالا موقع استفاده اگر بخواید برای 2 نفر چای تهیه کنید، باید بعد اینکه این درجه توی لیوان اولی اومد پایین، این پروسه کلا 1-2 دقیقه طول میکشه، زیاد طول نمیکشه. وقتی دیدید دما خیلی اومده پایین، الان که نیومده، برای یه لیوان میگم جواب میده، ولی بخوایم برای 2 نفر مثلا درست کنیم، دوباره خاموش میکنیم، این دما میره به 100 درجه میرسه. بعد اینکه به 100 رسید، مجدد لیوان بعدی رو قرار میدیم زیر سرنازل اسپرسو ساز و چای دوم هم دم میکنیم به این شکل. ببینید چه خوش رنگه. من